سبد پلاستیکی و آجر میذاره جلوی مغازه‌اش. ملت نتونن پارک کنن. بعد ناراحته که چرا اینایی که زورشون میرسه زمین خاری میکنن. اون کارمندی که توی تایم اداری و ارباب رجوع میگه برو فردا بیا، واسه چی ناراحتی که حقوقش 2 هفته است دیر شده. اون راننده تاکسی که از سر صبح بد اخلاقه، هیچ وقت پول و خورد تو جیبش پیدا نمیشه، واسه چی شاکیه که چرا فلان اداره کارشو درست انجام ندادن. تعمیرکاری که قطعه تعمیری رو تعویض میکنه، بعضن یه چیزی برمیداره رو ماشین، واسه چی ناراحته که ارتوپد به جای فیزیوتراپی جراحی واسش تجویز کرده. طرف نتورکره، با دروغ بقیه رو دعوت میکنه و مجبورشون میکنه به خانوادهشون دروغ بگن. بعد ناراحته که چرا ازش شکایت شده. 3 ماه کابینت سازه کارشو تحویل نداده. بعد ناراحته چرا ایران خودرو و سایپا هنوز ماشینشو تحویل ندادن. عید باید تحویل میدادن. برای هر کاریش دنبال آشنا و پارتی میگرده که با یه تلفن کارشو راه بندازه. بعد ناراحته چرا مطب فلان دکتر طرف بدون نوبت رفته تو. خب ما هممون که شبیه همیم، فقط مقیاس اشتباه کردنمون کوچیک‌تره، چون زورمون نمیرسه که اگه اون بالا بودیم ما هم همینطوری رفتار میکردیم. کمی هوای همو داشته باشیم بد نیست.